به نام خدا دوستان عزیز، همراهان همیشگی جانوس، سلام. ممکنه برای شما پیش اومده باشه که توی سایتتون ارسال کالا داره با این نرخ ثابت انجام میشه یا اصلا ارسال رایگان دارید، ولی بعضی از محصولات رو نمیصرفه براتون رایگان ارسال کنید، یا دوست دارید که قیمت ارسال بعضی از محصولات متفاوت باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطور میتونید از کلاس های ارسال استفاده کنید و قیمت ارسال محصولات مختلف رو به صورت دستی تعیین کنید. خب من وارد پیشخوان میشم، از ووکامرس وارد پیکر بندی میشم، توی بخش پیکر بندی وارد حمل و نقل میشم، وارد سربرگ کلاس ها میشم و توی قسمت کلاس ها باید کلاس های حمل و نقل خودم رو مشخص کنم. زمانی که قسمت کلاس ها باز شد، من شروع میکنم کلاس ها رو اضافه کردن و اسم مناسب براشون میذارم. مثلا فرض کنید که میخوام برای محصولات سنگین یک کلاسی در نظر بگیرم، میذارم سنگین، یا مثلا میخوام برای شلوارا در نظر بگیرم، میذارم شلوار. یا نه اصلا میتونید قیمت هم بهش بدین، اینجا بگید که مثلا کلاس ارسال 50,000 تومانی و بعد برید 50,000 تومان رو بهش اضافه کنید. این دیگه بستگی به خودتون داره دیگه، خودتون میدید. من الان میزنم مثلا به این شکل و یه نامک هم براش میذارم 50، یه توضیح هم میذارم مثلا فرض کنید که هم میذارم اینجا. نامک هم الان نمیخوام بزنم، اصلا ایجادش میکنم و من دوست ندارم نامکام این شکلی بشه. یک کلاس جدید اضافه میکنم، میزنم مثلا 70,000 تومانی و اینجا میزنم 70. البته خودم با این شکلی عدد دادن ها یه ذره مسئله دارم، یعنی اگه من باشم شخصا بخوام اینجا رو انجام بدم، میام اینو میذارم روی مثلا کلاس 1، بعد حالا مثلا میذارم که پایین ترین قیمت، دلیل داره الان بهتون میگم چرا از این روش استفاده میکنم، دلیلش رو الان بهتون میگم. اینجا رو میذارم کلاس 2، قیمت پایین، کلاس 3، قیمت متوسط، کلاس 4، قیمت زیاد، و کلاس 5 بالا مثلا زیادترین قیمت. این فاصله نداره. خب و ایجاد میزنم. ببینید ما الان 5 تا کلاس ساختیم که 5 رنج قیمتی میتونیم محصولاتمون رو تقسیم کنیم. خب الان میرم بهتون میگم که چطوری باید از این کلاس ها استفاده کنید. وقتی که تمام کلاس ها اضافه شد، وارد مناطق حمل و نقل میشیم. اینجا من منطقه حمل و نقل آویرایش میکنم و فقط توی ایران الان داریم از حمل و نقل رایگان استفاده میکنیم، این سراسر ایران رو توی این وبسایت داریم رایگان ارسال میکنیم براشون، ولی بعضی از محصولا برامون نمیصرفه که رایگان ارسال کنیم دیگه. اینو میخوام بهتون بگم که باید چی کار کنیم. خب وارد این همین حمل و نقل رایگان که هست، میتونم یک روش جدید اضافه کنم، میتونم به همین اضافهش کنم. ببینیم که این به چه شکله. خب من یه روش جدید اضافه میکنم، نرخ ثابته و
تو روش نرخ ثابت قیمت هر کلاس رو اضافه میکنم. خب الان کلاس 1 که کمترین قیمت بود میزنم 30,000 تومان، کلاس 2 رو میزنم 40,000 تومان، 50,000 تومان میشه کلاس 3، 60,000 تومان کلاس 4، 70,000 تومان کلاس 5 و اگه کلاس نداشت صفر، یعنی رایگان. خب اگه کلاس نداشت صفر میشه و رایگان. خب نوع محاسبه چجوریه؟ یه روش داره، شما میتونید هزینه حمل نقل برای هر کلاس حمل نقل به صورت جداگانه، یعنی اگه یه محصول از کلاس 3 خرید، یه محصول از کلاس 5 چقدر باید پرداخت کنه؟ 50,000 تومان به اضافه 70,000 تومان میشه 120,000 تومان. خب این خیلی بالاست. اما واسه گرونترین میذارم، اگر یه کلاس 5 انتخاب کرد، یه کلاس 3 هم انتخاب کرد، دیگه فقط پول کلاس 5 رو ازش میگیره، پول بقیه رو نمیگیره. یا اگه یه حمل نقل رایگان انتخاب کرد، یه دونه هم برای مثلا با کلاس 4 انتخاب کرد، پول همین کلاس 4 رو میگیره دیگه، جور دیگه ای باهاش حساب نمیکنه. خب قیمت اینم میکنم مثلا ارسال پستی و قیمتش هم که 0، اوکی، ایجاد و ذخیره میزنم. الان دیگه این حمل نقل رایگانمو میذارم فقط برای موقعی که کد تخفیف به یه فردی من دادم، کد تخفیف ارسال رایگان دادم. فرض کنید که کلاس یک محصولی با کلاس 5 رو میخره ولی یه کد تخفیف که رایگان هم داره، وقتی کد تخفیف بزنه دیگه هر چیزی که باشه رایگان میشه. الان به این صورت کارفرمای من ازم خواسته که یک روش ارسال با تیپاکس هم براش اضافه کنم. بهترین کار روش ارسال تیپاکس همینه که شما بذارید اون نرخ ثابت، یا البته رو حمل نقل رایگان بهتر بود. من اینو اضافه کنم، خب میذارمش روی حمل و نقل رایگان، ادامه رو میزنم. چون تیپاکس پس کرایه هم میتونه ارسال کنه، البته پست هم توی سری شرایط میتونه ارسال کنه. من از تیپاکس وقتی که پس کرایه استفاده کردم بیشتر برام به نفع مشتریام بوده. می‌نویسم تیپاکس کرایه در محل به عهده مشتری. خب و بدون ضرورت ایجادش میکنم. الان تیپاکس هم در حقیقت به این سایت اضافه شد. منتها اون چیزی که ما روش بحث داشتیم و روش کار انجام دادیم همین ارسال پستی بود که اومدم گفتم ارسال پستی رایگان ارسال میشه، برای کلاس های مختلف قیمت های مختلف دادم و ذخیرش کردم. الان اینجا کارم تمومه، میرم توی محصولات. خب ببینید محصولات مختلفی اینجا هست. من الان فرض میکنم که این بطری 3 تیکه اسپورت رو میخوام بهش کرایه حمل و نقل بزنم، چون قیمتش خیلی پایینه و برام اصلا نمیصرفه بخوام این شکلی ارسالش کنم. رو ویرایش سریع میتونید کلیک کنید، میتونید هم کل محصول رو ویرایش کنید. اگر محصول نیاز به ویرایش دیگه‌ای روش ندارید، برای اضافه کردن کلاس حمل نقل استفاده از ویرایش سریع کافیه. پس من رو ویرایش سریع میزنم و اینجا کلاس حمل و نقل رو تغییر میدم. کلاس حمل و نقل رو مثلا میخوام براش بذارم روی کلاس 2. خب کلاس 2 چند هزار تومانی بود، اینو دیگه باید یه جایی نوشته باشم، داشته باشمش دیگه. اگه اینجا قیمت می نوشتم بعدیش این بود که بعدن اگه میخواستم قیمت رو عوض کنم و دیگه گیج میشدم، اذیت میشدم. خب اینو میذارم روی کلاس 2 40,000 تومان بود، من اینو یادمه. به روز رسانی میزنم، بریم خریدش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من میرم وارد محصول میشم، افزودن به سبد خرید رو میزنم. چند تا محصول دیگه هم از قبل تو سبد خرید من هست که متاسفانه یکیشون تموم شده. خب من این قبلی رو مثلا میتونم پاک کنم، این کاپشن پرم پاکش کنم. خب ببینید تیشرت نخی ارسالش رایگانه، بطری 3 تیکه ارسالش 40,000 تومانه، برای من آورده ارسال پستی 40,000 تومان. یا اینکه تیپاکس رو میزنم
رایگان میشه و تو محل پرداختش میکنن. ببینید 40,000 تومان از این کم شد. حالا اگر من این بطری 3 تیکه رو از اینجا بردارم، باید این 40,000 تومان برداشته شه و برای من رایگان شه. ببینید چه اتفاقی میفته. بله، ارسال پستی شد، هزینه‌ام نداره و رایگان شد. خب به این شکل شما میتونید برای محصولات مختلفتون کلاس‌های حمل و نقل و برای کلاس‌های حمل و نقلتون قیمت‌های مختلف تعیین کنید. هر زمان هم که هزینه‌ها افزایش پیدا کرد، وارد کلاس‌های حمل و نقلتون میشید اینجا و این رو ویرایش میکنید. عددها رو کلاس 1 رو میکنید 50 تومان، کلاس 2 رو میکنید 60 تومان، کلاس 3 رو میکنید هر چقدر که دوست داشتین دیگه. فقط یه نکته مهمی رو در نظر بگیرید. توی زبان فارسی وقتی که وارد میشید توی کلاس‌های حمل و نقل، یه دونه اینجا براتون از اینا، از این کامه ها گذاشته، جدا کننده سه رقم رو گذاشته. این رو اگر شما پاک نکنید و ذخیره کنید، اینو الان 40 تا تک تومانی میخونه، اینو 50 تا تک تومانی میخونه و دیگه 50,000 تومان نمیخونه. من اینا رو پاک میکنم. اگه ویرایش کنید به این مشکل برمیخورید، در غیر این صورت تو حالت عادی که اصلا مشکلی نداره و ذخیرهش میکنم تا زمانی که ویرایش نکردم اون مسئله پیش نمیاد. اما اگه الان من دوباره رو ویرایش کلیک کنم، میاد اون سه رقم جدا میکنه و اون مسئله رو برای من ایجاد میکنه. امیدوارم که از این جلسه استفاده کرده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.